اگه الان داری دنبال طرح تتو میگردی یه لحظه صبر کن. خیلی‌ها نمادی رو انتخاب میکنن که تازه بعداً متوجه معنیش میشن. بیا با هم 5 تا از اشتباهات رایج رو بررسی بکنیم که پشیمونی سراغ تو نیاد. سلام. امروز میخوایم با هم راجع به موضوع مهمی در دنیای تتو صحبت بکنیم که 5 تا از اشتباهات رایج در انتخاب نماد تتوه. شاید فکر کنی هر نماد فقط زیباست، اما اشتباه تو انتخاب نماد میتونه معنی و پیام تتو شما رو تغییر بده. با من همراه باش تا از این 5 تا اشتباه جلوگیری کنیم. خیلی از افراد فقط به زیبایی شکل و یا رنگ یه نماد توجه میکنن، اما تتو فقط یه طرح زیبا نیست، بلکه پیام شخصی و معنای خودش رو داره. و اتفاقی که میفته اینه که انتخاب تتو تنها به خاطر ظاهرش میتونه در آینده حس واقعی تو رو منعکس نکنه. خیلی‌ها بدون تحقیق یک نماد تاریخی و فرهنگی رو انتخاب میکنن. مثلا تتوهای نورس، مصری یا بودایی هر کدومش معنی و فلسفه خاص خودشون رو دارن و بی‌توجهی به این معنا میتونه باعث بشه که پیام تتوی تو اشتباه منتقل بشه و یا حتی به دیگران توهین بشه. من در این مورد و در رابطه با نمادهای فلسفی و معنوی یه ویدیو دارم که براتون میذارم و فکر میکنم که توی این ویدیوها بیشتر میتونید راجع به این نمادها اطلاعات به دست بیاری و خب انتخاب بهتری داشته باشی. این تتوها خیلی محبوبن و انتخاب فقط به خاطر مد و بدون توجه به اینکه آیا معنی این نماد با شما و زندگیتون همخونی داره کاملا اشتباهه و تتو باید نماد شخصی شما باشه، نه اینکه فقط مد روز باشه. قبل اینکه بریم سراغ اشتباه بعدی ازت میخوام که همین الان این ویدیو رو لایک کنی و اگه چنل منو هنوز سابسکرایب نکردی همین الان دکمه سابو بزنی و همینطور زنگوله‌رم بزن، چون فکر میکنم که ویدیوهای بعدی برات خیلی جذاب و تاثیرگذاره. یه نماد ممکنه روی بازو خیلی عالی به نظر بیاد، اما خب روی گردن و حالا قسمت‌های دیگه ای از بدن معنی و ظاهر متفاوتی پیدا کنه. پس قبل از تتو حتما اندازه، مکان و همینطور تاثیر بصریشو بررسی کن تا هم زیبایی و هم پیامتو منتقل کنه. تتوی انتخاب همیشگیه. خیلی‌ها به این توجه نمی‌کنن که با گذر زمان سلایق و نگرش هامون تغییر میکنه. نماد انتخابی باید همیشه با ارزش‌ها و هویت شما هماهنگ باشه تا بعداً ازش پشیمون نشی. این بود 5 تا اشتباه رایج در انتخاب طرح تتو و با رعایت این موارد میتونی تتویی با معنی، زیبا و همینطور همیشگی داشته باشی. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی و اگر که این ویدیو برات مفید بوده خوشحال میشم که با افراد دیگه هم به اشتراک بذاری و حتما برام کامنت بذار و بنویس که کدوم یکی از این اشتباه ها برات جالب تر بوده و یا اگر تجربه شخصی روی این موضوع داری هم ممنون میشم که با همون به اشتراک بذاری. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.